میخوایم ببینیم حذف قواعد لاندا به چه صورت انجام میشه. اول ببینیم منظورمون از قواعد لاندا چی هست. ما اگر یه قاعده داشته باشیم که یه ناپایانه رو تبدیل کنه به لاندا به صورت مستقیم که به صورت آ میدهد لاندا می نویسیم، و یا مجموعه قواعدی داشته باشیم که طی اونها آ تبدیل به لاندا میشه. توی این حالت ها میگیم ما لاندا پروداکشن داریم. توی این حالت ها میگیم ما لاندا پروداکشن داریم یا قاعده لاندا رو داریم. مثلا S تبدیل میشه به آ یا B یا آ کوچیک، و بعد توی قاعده هایی که مربوطه به آ هست ما یه دونه قاعده هم داریم که آ تبدیل میشه به لاندا. خب اگر دقت کنید در واقع مثل این هست که S داره به صورت غیر مستقیم به لاندا تبدیل میشه. به اینها میگیم لاندا پروداکشن یا قواعد لاندا. معنیشون این هست که مثلا توی این مثالمون S یک ناپایانه نالبل هست، یعنی قابل نال شدن هست. ما برای زبانهایی که لاندا توشون نیست، یعنی لاندا متعلق به این زبان نیست، میتونیم قواعد لاندا رو حذف کنیم. اگر زبان شما لاندا داشته باشه و شما بیاین قواعد لاندا رو از گرامرتون حذف کنید، در واقع اون گرامری که به دست میاد المنهای لاندا رو داره برای شما تولید میکنه. خب برای مثال این گرامر رو در نظر بگیرین. اس میدهد آتیبی، تی میدهد آتیبی یا لاندا. میخوایم لاندا رو حذف کنیم. برای حذف لاندا کافی هست که شما اون ناپایانه ایتون که نالبل هست یا لاندا هست رو تو تمام قواعدی که دارین لحاظ کنید و مقدارش رو لاندا بذارین. ما تی رو اینجا داریم که میتونه لاندا باشه، پس میام تو تمام قواعدم چک میکنم، هر جایی که تی دارم یه قاعده جدید اضافه میکنم که توی اون قاعده جدید مقدار تی رو لاندا میذارم. مثلا اینجا اس میدهد آتیبی، میتونیم تی رو لاندا بگیریم، پس علاوه بر آتیبی اس میتونه تولید آبی هم بکنه. یا تی میدهد آتیبی، باز تی رو داریم در سمت راست میبینیم، اینجا هم باز باید به جای تی لاندا بذاریم و بگیم تی تولید آبی میکنه. یا مثلا این گرامر رو در نظر بگیرین. اینجا بی میتونه لاندا باشه، سی هم میتونه لاندا باشه، پس من توی مجموع قواعدی که دارم هر جا که بی و سی هست میتونم اونها رو لاندا بذارم و یه قاعده جدید بنویسم. در واقع میخوام بی میدهد لاندا و سی میدهد لاندا رو حذف کنم، برای همین باید به جاش یه سری قاعده جدید بنویسم که این لاندا رو شامل بشن. خب اس میدهد آ بی آ سی، گفتیم که سی میتونه لاندا باشه، پس من میتونم این آ بی آ سی رو با سی که لاندا هست هم داشته باشم، یعنی اس میدهد آ بی آ. یا بی هم میتونه لاندا باشه، پس میتونیم از این آ بی آ سی آ سی هم داشته باشیم. و این حالت رو هم در نظر بگیرید که ممکن هست هم بی و هم سی لاندا باشن، پس ما آ رو داریم. بریم سراغ قاعده بعدی. آ میدهد بی سی هست، باز اینجا هم بی و سی هر دو میتونن لاندا باشن. همه حالتاش رو در نظر میگیرم، یعنی بی لاندا باشه که فقط سی میمونه، سی لاندا باشه که فقط بی میمونه، یا هر دوتاشون لاندا باشن که آ هم میشه لاندا. خب هدف ما این بود که قواعد لاندا رو حذف کنیم، پس باید این لاندایی که مربوط به آ هست هم حذف بشه. در ادامه دیگه بی و سی نداریم که بخوایم لاندا بودن اونها رو هم در نظر بگیریم. میریم سراغ این آ میدهد لاندا. دوباره برمیگردیم، این آ میدهد لاندا رو هم پاک میکنم و به جاش هر جایی که در سمت راست قواعد آ دارم اون آ رو لاندا در نظر میگیرم. پس این آ بی آ سی مون تبدیل میشه به بی آ سی، آ بی آمون تبدیل میشه به بی آ و آ سی تبدیل میشه به آ سی. و باز
آمون اگر آش لاندا بشه تبدیل میشه به آ. در ادامه دیگه آیی در سمت راست دیده نمیشه که بخوایم لاندا بودنش رو لحاظ کنیم. پس گرامر ما که لاندا پروداکشن ها ازش حذف شدن به این شکل در میاد. حالا این مثال رو ببینید. چیزی که دیده میشه آ میدهد لاندا هست که نشون میده آ نالبل هست و ما باید اینو هم حذفش کنیم. پس میام توی قواعدی که دارم هر جایی که آ وجود داره نال بودن این آ رو در نظر میگیرم. در نتیجه اس وقتی که میدهد بی آ با نال شدن آ تولید بی هم میکنه، یا آ وقتی که میده سی آ با نال شدن آ تولید سی هم میکنه. و در نهایت بی یه قاعده دی آ داره که با نال شدن آ دی هم تولید میکنه. حالا این مثال گرامری داریم که ASB AAAB هست، آمون نالبل هست. میایم گرامرمون رو مینویسیم و هر جایی که ناپایانه آ رو داریم لاندا هم برای اون در نظر میگیریم، یعنی اس میدهد ASB AAAB و به همین ترتیب قاعده آ میدهد آ میتونه آش لاندا باشه و فقط آ کوچیک تولید کنه.